فرمود در جشن قدیر طعام بدید. چرا؟ برای اینکه معلوم بشه سیاست یعنی این، هیچ کس نباید گرسنه بمونه. ما جشن برای این نمیگیریم که امیرالمومنین اینقدر خوبه، اون که 13 رجب باید جشن بگیریم. ما جشن میگیریم برای اینکه یه همچین خوبی رئیس شده. قدیر جشن سیاسته، یه مراسم معنوی صرف نیست. باید معلوم بشه این جشن حکومتیه، این جشن سیاسیه، باید نونوار بکنه مردمو، باید هدیه به دست بچه‌ها بده. سفارش شده به کودکان هدیه داده بشه. این کودک تو ذهن خودش داره این مسئله رو تا آخر. باید همه کودکان روز عید قدیر دیگه ذهنشون دنبال هدیه بگرده. قدیر امروز کجا میخوان به ما هدیه بدن؟ باید خیلی اتفاقهای خوب بیفته در جشن قدیر، به حدی که مردم در طول سال انتظار داشته باشن، بلکه انشالله جشن قدیر زودتر برسه. بعد مردم که جشن قدیر رو خوب رمز کردن و چشیدن، در حد و اندازه یک جشن یه نون و نوایی به مردم رسید، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ مردم منتظر میشن برای حکومت حضرت. امام زمان ارواحنا له الفدا ظهور بفرمان، هر روز عید قدیر، هر روز جشن، هر روز به مردمی شیرینی ها چشونده خواهد شد.